بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. موضوع درس امروز ما و شما تعلیم و تحصیل زنان و خواهران و دختران مسلمان هست. وقتی ما درباره زن صحبت میکنیم، درباره زن و یا دختر وقتی صحبت میشه، در پیش چشم ما اول مثلا مادر ما میگه که جنت زیر قدمای از او هست و ما مکلفیت داریم به خاطر حاصل کردن جنت و مادر خود بسیار احسان و احترام بکنیم. همچنان مثلا در زن همسر میگه که همسر کی هست؟ کسی هست که 50% ایمان ما توسط از اونا تکمیل میشه. چرا اگر انسان همسر نداشته باشه و مجرد باشه، نصف ایمان از او ناقص است. یعنی نصف نقصان ایمان ما مردها را خانمها پوره میکنن. وقتی از دخترها صحبت میکنیم، دخترای ما بچه پیش چشم ما می باشه و خواهرای ما پیش چشم ما می باشه. او دخترها و او خواهرایی که اگر 2 یا 3 تن از اونا را انسان تربیت درست بکنه، در حقیقت الله متعال او را مستحق جنت میگردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم همی قسم فرموده که اگر کسی 2 یا 3 دختر خدا یا خواهر خدا تربیت میکنه، تربیت اسلامی خوب، این سبب ازی میشه که تعلیم و تربیت از او سبب رفتن ازی به جنت میشه. بنابراین وقتی از زن صحبت میکنیم، از مادرهای کل ما و شما صحبت میکنیم، ازواج مطهرات، بیبی خدیجه، بیبی عایشه، بیبی حفصه و دیگر ازواج مطهرات رضی الله عنهن، که این ازواج مطهرات کل از اینا چی بودن؟ اینا و ازواجه امهاتهم، مادرهای ما هستند. یعنی به اساس نص قرآنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت کرد، بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه نبود که کسی با ازواج مطهرات ازدواج بکنن، چرا او مادرای مؤمنان بودن. اینا هیچ کس نمیتونست که با مادر خود ازدواج بکنن. پس وقتی از زن صحبت میکنیم، از مادرای مؤمنان، از خدیجه الکبری، از عایشه صدیقه رضی الله عنها و از دیگر ازواج مطهرات و از دیگر زنهای مسلمان صحبت میشه. حال در قسمت تعلیم و تحصیل از اینا وقتی که صحبت میکنیم، اولین زنی که الله متعال خلق کرد و اولین مردی را که الله متعال خلق کرد آدم علیه السلام و بیبی حوا. در وقت از اونا پوانتون یا مدرسه یا مکتب یا دانشگاهی نبود که اونا برن اونجا تحصیل بکنن. پس الله متعال بر ملائکه گفت که اینی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه تعیین میکنم. حال وقتی که در زمین خلیفه را تعیین میکنن، به جنت چرا اینا رفتن؟ چون جنت مثل یک پوهنتون بر از اونا بود، مرکز تعلیمی. به خاطر ازی که آل آدم وقتی که میتونه، مثلا آدم علیه السلام و بیبی حوا وقتی که میان در زمین الله حکم الله را تطبیق میکنن، اینا باید تربیه شوند، تعلیم شوند. الله متعال اینا را به جنت برد و در جنت بر از اینا چیزهایی را آموختان، درسهایی بر از اینا داده شد تا اینا امو ظرفیت علمی پیدا کردن، او ظرفیت علمی که بتانن در زمین الله حکم الله را مطابق اوامر الله تطبیق بکنن، یعنی من حیث خلیفه الله در زمین زندگی بکنن. اینجا تنها آدم علیه السلام به جنت الله نبرد، بیبی حوا هم به همراهش بود. اسکن انت و زوجک الجنه، اردویتان سکونت در جنت بکنین و کلا منها حیث شئتما رغدا، هر دوی شما، این کسایی که زبان عربی را میفهمن، کلا بر 2 نفر است و کلا منها حیث شئتم رغدا، هر چیزی که از این خواستین رغدا من حیث شئتم. و باز در امتحان هم هر دوی از اینا بودن، بر از اینا امتحان کرد ولا تقربوا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، یعنی شما اردویتان باید از این درخت نخورین، در غیر از او شما از جمله چی میشین؟ از جمله کسایی که اینا از حد خود تجاوز کردن. بنان آدم علیه السلام و بیبی حوا هر دویشان در این پوانتونی که او وقت جنت الهی بود،
اینجا تربیت شدن، دشمن خدا شناختن، دوست خدا شناختن، برنامه‌های دشمنای اسلام شناختن و در اینجا اینا همین لیاقت را پیدا کردن، یعنی بخش معرفتیه که وقتی اونا صاحب معرفت و دانش شدن، چون ملائکه فکر میکردن که اینا شاید تنها قتل بکنن و تنها خونریزی بکنن، لکن الله متعال نشان داد که نخیر، اینا کسایی هستن که وقتی اونجا الله اینا را تربیه بکنه و تعلیم الهی بر اینا داده شود، باز اینا در زمین میتونن که احکام الله را تطبیق بکنن. اینا آدم علیه السلام تربیه شد، بیبی حوا تربیه شد و وقتی که حتی از پیششان لغزش شد، باز برشان دعایی که داده شد، اردویشان دعا کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، یا الله ما ظلم کردیم به نفس ما، هم آدم علیه السلام هم بیبی حوا. فچی شد؟ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اینال اگر ایزن تربیه نشه و ایزن تعلیم یافته نباشه، این جامعه را چه قسم تربیه بکنیم؟ یعنی یک خانم دیندار اما تربیه دینی اولادش با امون معنویت ایمانی که داره، این اولاد خدا تربیه میکنه، حتی از طریق شیرش. یعنی زنهای بودن مثلا محمد فاتح وقتی که قسطنطنیه را فتح میکرد، مادر با ایمان ازی هر روز سر بام ایره بالا میکرد و روبرو اونجا امو قسطنطنیه قصرش معلوم میشد و برازو میفت که بشیم اون جای باید تو فتح بکنی. و همین قسم شد که او جوان وقتی که 20 ساله شد قسطنطنیه را فتح کرد. و هند رضی الله عنها، بر ما شما او را میشناسیم، باز مسلمان شد. هند وقتی که پسرش ابو چی نام داشت، پسرش معاویه رضی الله تعالی عنه بود، معاویه رضی الله تعالی عنه بود، این میگه یک روز یک کس آمد برازی گفت که دعا بکن، دعا کرد برازی که بچه الله پاک تو را حاکم از این منطقه، از این ولایت یا این منطقه که زندگی میکنه، حاکم از این تو را بگردانه. هند به طرفی سعی کرد، گفت که الله تو را هلاک کنه. این چه قسم دعاست تو برای بچه‌م کردی؟ او برش گفت که من برای بچه تو دعا کردم که حاکم شود، چیز شود. گفت ما میخوایم که این رهبر جهان شود، خلیفه الله در زمین الله شود. تو اومدی میگی این منطقه که خاص، این منطقه خاصی را که یک آدم جاهل به عقل تقاضا میکنه. الله کس اینی جاعل فی الارض خلیفه گفته، ما میخوایم که بچه ما خلیفه الله در زمین الله شود. واقعا وقتی که معاویه رضی الله تعالی عنه خلیفه مسلمانان شد، در این وقت مسلمان ها، او وقت اروپا کشف شده بود، آسیا کشف شده بود و افریقا. مسلمان ها در سه قاره دنیایی که کشف شده بود، بیرق مسلمان ها در این سرزمین ها بلند بود تا نزدیکای جنوب فرانسه و در اروپا و در منطقه آسیا، بسیار منطقه تا منطقه سینکیانگ چین و این طرف هم مکمل افریقا و بسیاری مناطق شینیا و آسیا و افریقا و اروپا اینجا بیرق اسلام بلند بود. به هر صورت این زن تعلیم یافته و تحصیل کرده، به این شکل تحصیل زنان وقتی که میگیم ابراهیم علیه السلام به همراه همسرش به همراه این پیغمبر موحد عقیده توحیدی را تو یاد گرفت که بالاخره روز شد که امی خانم با ایمان وقتی که شوهرش به خاطر امتحان الهی در یک دشت خالی بگذاره، این اعتراض نمیکنه. چرا؟ قوت ایمان در قلب ازی هست که اگر خانه نیست، اگر آب نیست، اگر گیاه نیست، اگر ساختمان نیست، اگر خوراک نیست، ولی وقتی که الله متعال ذات رزاق است، اینجا ای به همراه طفل کوچک خود در این منطقه چی می باشه؟ در این منطقه ای یک ذره بگردانشه، در یک منطقه در یک منطقه این باقی میمانه. این علتش چی است؟ علتش اینمی است که امی خانم توسط ابراهیم علیه السلام تربیه ایمانی بسیار خوب شده. حالا وقتی که ما و شما میم بیبی مریم وقتی که در بیت المقدس مسلمان من حیث یک دختر مسلمان در بیت المقدس زندگی میکنه و مادرش رو نظر میکنه در اونجا میگذاره، اونجا یک تربیه ایمانی قوی میشه. تو تربیه ایمانی قوی میشه که بالاخره ای با اونمو تعلیم و تربیه که در اونجا میشه و با زکریا علیه السلام که همراه از او ارتباط داره و مادرش دختر خانم عمران هست، ای بالاخره ای خانواده با ایمان تربیت یافته و تعلیم یافته سبب میشه که بالاخره مادر یک پیغمبر میشه و نامش در قرآن عظیم شان ذکر شده است. این هست کل بحثایی که میم سر
کل قرآن هم وقتی که شما بخوانین همیشه زنها در طول تاریخ اینا تربیت شدن. اگر خانم ابراهیم علیه السلام بوده، اگر مادر موسی علیه السلام بوده، اگر دیگه پیغمبرها هستن، تمام از اینا تربیت تعلیمی درست شده. یکی در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از نزول قرآن تعلیم و تربیت خانم ها چه قسم بود؟ ان شاء الله در برنامه بعدی خدمتتان تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.